салом, нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз аст. мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир. имрӯз 23 декабр аст ва хабарҳои навбатиро аз Русия шурӯъ мекунем. дар ин соат бо таҳаввулоти тозаи Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно мешавед. аз оғози соли 2021 содиркунандагони маҳсулоти меваю сабзавот аз Тоҷикистон ба Русия ки молҳои худро тавассути роҳи оҳан интиқол медиҳанд, аз тахфифҳо дар ҳамлу нақл истифода хоҳанд кард. 21 декабр ширкати роҳи оҳани Русия дар вебсайти расмии худ паёме дар бораи таслими коҳиш додани таърифҳо барои ҳамлу нақли борро нашр кард. онҳо ба интиқоли металлҳои сиёҳ, қисме аз маҳсулоти саноатӣ ва меваю сабзавот дахл доранд. аз ҷумла аз 1 январи соли 2021 то 31 декабри соли 2021 барои интиқоли меваю сабзавот аз Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ба Русия ба ҷамъияти саҳомияи кушодаи Ӯзбекистон Темир Юлларӣ ва корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон 50% тахфифҳо пешниҳод шудааст. ёдрас мекунем ки роҳи оҳани Русия барои интиқоли сабзавот ва меваҳои гуногун аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар соли 2018 низ чунин тахфифи 50%-ро ҷорӣ карда буд. طبق معلومات وزارت کشاورزی تاجیکستان و خدمات گمرکی کشور در طول 10 ماه سال 2020 جمهوری و مبلغ بیش از 10 میلیون دلار بیش از 120 هزار تن محصولات کشاورزی به خارج صادر کرده است که نسبت به دوره حساباتی سال گذشته 5 میلیون دلار زیاد است. در ساختارهای صادراتی میوه و سبزوات حصه اساسی را پیاز، میوه خشک و انگور تشکیل می‌دهند. حاصل دهقانان و سبزواتکاران توجیک در بازارهای روسیه، قزاقستان، چین و اتحادیه اروپا به فروش برآورده می‌شوند. ادامه خبرها در روسیه می‌مانیم. روزنامه «Известия» با استناد به مسئولین اسوسیاسیون ملی بیناکاران روسیه می‌نویسد که شاید بعضی انشاءات منزلی سر وقت به استفاده داده نشوند. مثلا این را در نبود نیروی فوری از حساب کم بودن مهاجران مهنتی شرح دادند. به گفته پرزیدنت نوستروی آنتون گلوشکوف، حصه نرسیدن کادرها در ساختمان در بعضی منطقه‌های فدراسیون روسیه 50% را تشکیل می‌دهد. مسئله حل تأمین کارگران خارجی در بخش ساختمان‌های منطقه‌های فدرالی شرقی دور، ولگا و اورال مهم است. تاکید داشته است رهبر اسوسیاسیون ملی بیناکاران روسیه. امروزها یک قطار مسئولان شرکت‌های ساختمانی تهدید دارند که بنابر نرسیدن قوه کاری شرط‌های عهده‌داری‌های خود را پررو و سریع اجرا کرده نمی‌توانند. قید می‌کند آنتون گلوشکوف. همزمان گفته می شود که نسبت به آخر سال گذشته حجم منزل‌های به استفاده داده شده همگی 2% کم است، اما همه انشاءات‌های به استفاده داده شونده سال‌های گذشته سر وقت ساخته می شدند. حالا باشد در زیاده از 30% تمام منزل‌های استقامتی بنیاد شونده در روسیه کارهای ساختمانی بنا به نارسایی قوه کاری پررو بازداشته شدند. همچنین رهبر یک از شرکت‌های بیناکاری در روسیه سرگئی اسماعیلنکو قید داشته است که امروزها با نارسایی جدی مهاجران کاری از جمهوری‌های بلاروس، ازبکستان و تاجیکستان روبرو هستند و راه حل این مشکل را از وزارت ساختمان روسیه تقاضا دارند. با سبب نبودن مهاجران ما قریب در همه انشاءات ساخته شونده نارسایی نیروی کاری را از سر می‌گذرانیم. گذشته از این ارزش خدمت رسانه کارگران خارجی نیز 2.5 مرتبه افزود. ما خیلی امیدواریم که در دیر یا زود مقامات روسیه مرزها را باز خواهند کرد. تاکید داشته است سرگئی اسماعیلنکو. همزمان طبق معلومات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه کاهش قوه کاری از حساب شهروندان خارجی در سال 2020 در منطقه‌های گوناگون روسیه از 20 تا 50% را تشکیل داده است. ادامه نشر خبر طبیبان متخصصان ایتی تکنولوژی و تجارت الکترونیک در سال 2021 روی خط منصب‌های بلندترین را اشغال خواهند کرد. خبر می‌دهد تاس با استناد به خدمات جستجوی جایهای کاری سوپرجاب. همین طریق تحلیلگران مرکز تحقیقات سهم‌های سرطلبات کار را در سال 2021 ارزیابی نموده پیشنهادهای دخلدار را برای ماه دکبر جمع آوردند و در اساس آنها پیشگویی سال 2021 را پیشکش کردند.
سوپرجاب خبر می‌دهد که پاندمی کرونا تصحیحات وارد کرد و مشکلات را در بخش تندرستی شدیدتر کرد. از این رو رسوایی شدید همه کارمندان تک در بازار مهنت وجود دارد. نه تنها متخصصان بیماری‌های صورتی بلکه طبیبان دل و رگ، بیماری‌های درونه، سرطانشناسان، جراحان و حتی همشیره‌های شفقت نیز در دوره پاندمی در اکثر بیمارخانه‌های منطقه‌های روسیه نمی‌رسیدند. کارشناسان قید می‌کنند که بعضی جای‌های از همه سرگرم‌ترین ساحه تندرستی در سال جاری در مرکزها دیده می‌شدند. مثلا در شهر مسکو پایتخت روسیه یک طبیب درجه میانه ماهی 250,000 روبل و در شهر زلنگراد ولایت مسکو باشد ماهی 200,000 روبل معاش به دست می‌آورند. در مورد برنامه‌سازان کامپیوتری و متخصصان امنیت اطلاعاتی که حتی پیش از بحران پاندمی طلبات به آنها زیاد بود، حالا وزیر مهنت بیشتر به آنها نیاز دارد که این روند نیز البته به سطح معاش آنها و سطح بالوروی معاش آنها تاثیر رسانیده است. تجارت الکترونی و آموزش درس‌های آنلاینی نیز بیش از پیشتر معمول‌ترند چون دوره پاندمی شرایط فضای خوبی کاری را برای این بخش‌ها فراهم آورد. همچنین قید می‌شود که در دوره پاندمی وابسته بودن سرحدها بنا به نرسایی قوه کاری در بخش ساختمانی نیز معاش کارمندان کارهای ساختمانی 2 تا 2.5 مراتب زیاد گشتند. شما در روی موج رادیو موجر در این ساعت تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. ادامه نشر خبری در منطقه یاقوتستان فدراسیون روسیه ارزش پتنتی که شهروندان خارجی در سال 2021 برای کار در پرداخت خواهند کرد بلندترین در روسیه باقی خواهد ماند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روسیه در این منطقه خبر می‌دهد که کوفیسینت منطقوی به احتمال زیاد تغییر نخواهد کرد. همین طریق این منطقه روسیه برای کار شهروندان خارجی منطقه گرانترین باقی خواهد ماند. اگر مقامات کوفیسینت منطقوی را کاهش ندهند پس مهاجران باید برای پتنت در سال 2021 در یاقوتستان روسیه حداقل 10,063 روبل ماهانه پولی پتنت پرداخت کنند. این نسبت به سال 2020 291 روبل زیادتر است. یادآوری می‌کنم که ارزش کمترین پتنت برای سال 2021 در جمهوری چچنستان و اسیا شمالی پیش بینی شده است. اگر کوفیسینت منطقوی تغییر باقی ماند پس پتنت در جمهوری چچنستان فدراسیون روسیه از مرز 2000 روبل زیاد نخواهد بود. همچنین انتظار می‌رود که در شهر مسکو و ولایت مسکو مقامات قانونگذاری محلی نیز ارزش پرداختی ماهانه پولی پتنت مهاجران مهنتی را بالا نبرد. درست می‌شویم که بجز از مهاجران مهنتی از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا که زیر نظر روسیه قرار دارد، دیگر شهروندان کشورهای خارج که در روسیه به فعالیت مهنتی جلب می‌شوند باید در اول پتنت از مقامات کارهای داخلی منطقه بوده باششان به دست آورند و بعداً فعالیت رسمی را آغاز نمایند. تحولات این ساعت‌های تاجیکستان و جهان از مستقیما در روی موج رادیو موجر تلویزیونی محلی العربیه با تکیه بر اظهارات خدمات مطبوعات پایتخت امارات متحده عرب خبر می‌دهد که ابوظبی از 24 دکبر سال جاری یک قطار محدودیت‌ها را برای کشورهای منطقه‌های به اصطلاح سبز به کار می‌کند. شهروندانی که از تاجیکستان، ازبکستان، عربستان سعودی، چین و یک قطار کشورهای دیگر به این کشور عربی سفر می‌کنند از ضرورت خود نگهداری 2 هفته‌ای یا خود قرنطین آزاد کرده می‌شوند. برای آنهایی که از کشورهای بیرون از منطقه سبز به امارات متحده عرب می‌روند دوره 10 روزه قرنطینه معین کرده شد. همزمان از مسافران به امارات متحده عرب وارد شونده باز هم طلب کرده می‌شود که پس از رسیدن شهادتنامه سنجش منفی کووید 19 را پیشنهاد سازند. پس از چند روز خارجیان در ابوظبی باید باز یک آزمایش دیگر کرونا ویروس خورند که سپردن چنین آزمایش‌های طبی را مقامات در روزهای 6 و 12 وارد گردیدن خارجیان مقرر نمودند. اینچنین قید کرده می‌شود که رویخط کشورهایی که برای آنها این توسعه عمل می‌کنند وابسته از وضع اپیدمیولوژی در 2 هفته تنظیم و یا تغییر داده خواهند شد. نشر خبری بود با تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان در روی موج رادیو موجر.